به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم تماشابینان گرامی قدر کانال نجم تیوی. هر یک شما را خوش آمدید و خیر مقدم میگویم. امروزه برنامه ما و شما نه درباره صحابه یا تابعین بزرگوار، بلکه درباره یک شخصیت معاصر، ریکاردسمن، 6 کراته چمپیون. حبیب نیست، البته نه حبیب نیست. تا آخر برنامه تماشا کنید، انشاءالله میفهمید که است. 6 کراته صاحب جایزه با ارزشترین ورزشگر ایالات متحده آمریکا در بسکتبال است. این ریکاردسمن و این چمپیون تمام جایزه ها و نشان ها و دستاوردهای خود را در مزایده به مقدار 3 میلیون دلار آمریکایی فروخته در ساحه معارف در تربیه نورسان صرف کرده است. یکی از مشهورترین بازیگران اتحاد ملی بسکتبال ایالات متحده آمریکا می باشد. در اتحاد ملی بسکتبال آمریکا NBA 20 سال اشتراک کرده است و در طول تاریخ NBA ایالات متحده آمریکا از جهت خالها پیشرفت‌ترین یعنی لیدر است. صاحب 38387 خال می باشد. در وقت بسکتبال را ترک کردنش رکورد او را کسی نگذاشته است. این ستاره درخشان عالم بسکتبال فردیناند لوئیس آلسندار می باشد. او 16 اپریل سال 1947 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده است. در وقت دانشجو بودنش در دانشگاه از اسلام باخبر می شود و اسلام را پذیرفته مسلمان می شود. تصور کنید این جوان موفق در 21 سالگیش اسلام را قبول می کند. یعنی حالا چمپیون نشده است یا سرشوی آغاز موفقیت این جوان است و در سن 42 سالگیش بسکتبال را ترک می کند و طول 21 سال این جوان مسلمان با اسلام خود فخر نموده به قله موفقیت نائل می گردد و سال 1971 رسما نام خود را عوض کرده به خود کریم عبدالجبار نامگذاری می کند. این ستاره و این قهرمان و این چمپیون موفق نه تنها در ساحه ورزش ستاره بود، نه تنها در بسکتبال یکی از موفق ترین شخصیت ها بود، بلکه در عالم سینما نیز یکی از ستارگان بود. شاید اکثریت ما و شما نوار او را دیده باشیم. این قهرمان همراه بروس لی در فیلم بازی مرگ اگر سمرت نقش حکیم را بازیده است. همون حکیم 3 متره می گفتیم. ما وقت فیلم او را جنگ او را با بروس لی می دیدیم حکیم 3 متره می گفتیم. انا همون ستاره کریم عبدالجبار است. سال 2012 خانم هیلاری کلینتون کریم عبدالجبار را همچون سفیر فرهنگ آمریکا تعیین کرده بود و اینچنین سابق رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما سال 2016 او را با نشان یعنی اردن آزادی قدردانی نموده بود. این بود مختصراً سرگذشت یک شخصیت موفقی که اسلام را پذیرفته با دین خود فخر نموده به قله موفقیت ها رسیده بود. تصور کنید امروز جوان ها به غرب کورکورانه تقلید میکنند. شاید با نیت موفقیت را به دست آوردن، شاید با نیت ثروتمند شدن و از سرگذشت این جوان ما درک میکنیم که اسلام یک دینی است که ما و شما را به موفقیت میرساند. اسلام دینی نیست که ما را از موفقیت و کامیابی پیش راه ما و شما را گرفته باشد. دین اسلام دین است که اگر انسان با قلب خود کمی تأمل کند و با فکر و اندیشه تازه اگر فکر کند اندیشه کند حتما
فکر و اندیشه های او و دل او به اسلام برده میرساند او را. و در آخر برنامه هر یک شما را با آیت خداوند یادرس کردنی هستم که خداوند میفرماید و تعاونوا علی البر و التقوی، شما همدیگر را به نکوکاری و پرهیزگاری یاری کنید. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الدال علی الخیر کفاعله، دلالت کننده به کار خیر در اجر در ثواب مثل کننده همون کار خیر است و همیشه در کار خیر شریک باشه. خدا یار و مددگار شما باشد.